سلام 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 قشنگای من، به کانال بنده خوش اومدید. خیلی دوستتون دارم. من مژگان هستم، مدرس دوختهای سنتی، سیاه دوزی، بلوچی دوزی و خیلی دوختهای دیگه. امروز اومدم دوخت لبه دوزی رو بهتون یاد بدم. فقط یه لباس لازم داریم تا خوشگلش کنیم و چی؟ یه نخ و سوزن. هر نخی که دوست داشته باشید. میتونین هم از نخ سوزندوزی بلوچی استفاده کنین یا حتی نخ ابریشم، اون دیگه دل بخوایی. و سوالتون اینه که از کجا میتونین تهیه کنین؟ اونو میتونین از خرازیا تهیه کنین. اول ته نخ رو گره میزنیم و سوزن رو از پشت لباس به سمت جلوی لباس رد میکنیم و بعد به صورت مثلثی کوک میزنیم، تقریبا مثل دوخت دندان موشیه و این دوخت شیکتر و جذابتر از دوخت دندان موشیه. با چند بار کوک زدن و امتحان کردن قطعا تو هم میتونی. منم یاد نداشتم، منم روز اول آج و واج بودم، واقعا یاد نداشتم، ولی خب تمرین کردم، یاد گرفتم، مدرکشو گرفتم و دیگه بعد اون کسب درآمد میتونی بکنی.